ما چند بار زندگی میکنیم؟ چند بار میمیریم؟ میگن هر آدمی بعد از مرگش درست 21 گرم از وزنش کم میشه. این 21 گرم چه رمزی در خودش داره؟ چه چیزی در ما رها میشه؟ اصلا کی باید به لحظه رهایی برسیم؟ چه بخشی از ما با اون میره؟ 21 گرم وزن چند تا سکه 5 سنتی، یه گنجشک مگس‌خوار و چند تا تیکی شکلاته. وزن 21 گرم چقدره؟ به سینماتیک خوش اومدی. Whose heart do I have? Who knows when a single hair moves on your head? گرم به کارگردانی آلخاندرو گونزالز که یک کارگردان مکزیکی هست نام شده. عشق سگی 21 گرم و بابل جز سگانه مرگ ایناریتو به حساب میاد که سرنوشت چند انسان رو نشون میده که بر اثر یک تصادف رانندگی رخ داده میشه. دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی برای شامپین و بهترین نقش مکمل برای دل تورو از جشنواره ونیز. این فیلم فقط 20 میلیون دلار بودجه اولیه داشته، اما تو اکران تونستن به فروش 60 میلیون دلاری برسن که برای یک فیلم درام یه موفقیت به حساب میاد. The weight of a hummingbird. This is hell. I did everything he asked me to do. We have to kill him. پویا کلا ایناریتو رو من خیلی دوست دارم، یعنی همه فیلماشو دیدم. جالبه بدونی که اولین کارگردان مکزیکیه که اسکار رو برنده شده تو فیلم بردمنش و حتی دیکاپریو هم اولین اسکارشو و تنها اسکارشو تو فیلم خود ایناریتو رونانت گرفته. یه کارگردان فوق‌العاده خوشفکری، یه تم کوبریکی داره که با هر بازیگرش کلا یه بار کار میکنه. یعنی شما بیوتیفولش که میبینی اصلا خاویر باردم مثلا دیوونه است تو این فیلم. یعنی خاویر باردم پروستات داره، خانمش یه دوگانگی شخصیتی داره، هم دوستش داره هم بهش خیانت میکنه به خود خاویر باردم. کلا کارگردان خیلی خفنیه، من فیلماشو واقعا دوست دارم. یکی از آرزوام اینه که حالا شاید یه ذره بزرگ باشه این آرزو، واقعا دوست دارم یه روزی باش کار کنم. فیلم بردمنش که مثلا برای فیلم برداریش جایزه اسکار گرفت بخاطر اینکه سکانس پلانای خیلی جذابی داشت. درونانتش هم همینجور، اونم باز یه سری کاتای دیجیتالی میزد که از چشم بیننده واقعا به دور بود، چون اصلا معروفه که یه سری کات میزنه که تو حس میکنی این سکانس پلانه، ولی نه، در واقعیت اینجوری نیست. یه سری کاتای مخفی در اصل میزنه که خیلی باحاله، فقط تو سبک خودش بیشتر استفاده میشه این قضیه. فیلم درونانت هم ما حتما در موردش صحبت میکنیم، یه ویدیو حتما میگیریم، چون هم تام هاردی توشه، هم ایناریتو کارگردانشه، هم دیکاپریو بابت اون فیلم اسکار گرفت. واقعا فیلم خیلی خوبیه. دقیقاً تو فیلم رونانت شما یه چیزی که خیلی واسه بیننده و مخاطب جذابه، این تقابل انسان و طبیعت. حالا من یه جا خونده بودم، دقیقاً یادم نیست فکتشو بیارم، یه بازیگری گفته بود که من بعد از اینکه مثلا با ایناریتو آشنا شدم مدل بازی کردنم عوض شد توی فیلم ایناریتو و وقتی از فیلمش جدا شدم رفتم سر یه فیلم دیگه دیدم من چقدر آدم خالی‌ام، من هیچی بلد نیستم، هنوز برای ارائه چیزی ندارم. انقدر میتونه با بازیگرش احساس عمیقی بگیره، انقدر خوب هدایتش کنه. کارگردان کارش هدایت کردن بازیگر به نظر من یکی از کارهای اصلیش در کنار اون آب و تصویر و چیزای دیگه که حالا باید ساپورت کنه، اون هدایت بازیگره و خیلی به بازیگری کمک میکنه که اون بازیگر بتونه توان اصلی 100% خودش رو نشون بده. بازیگردانی درست، اگه کارگردان درست 100% باعث میشه که بازیگر اسکار بگیره دیگه، مثل دیکاپریو، شامپین، خاویر باردم که همشون جایزه‌های ونیز هم باز گرفتن. حتی دل تورو، به قول تو دل تورو که اصلا ببین، من دل تورو رو داخل فیلم سیکاریو مخصوصا 1 و 2 حالا نمیدونم شما دیدین یا نه، در مورد قاچاق انسان توی همون باز فضای مکزیک، به نظر من خیلی بازیگر خوبیه، ولی هنوز به حقش میدونی اونقدر نرسیده. نمیدونم چرا، ولی کملوت اجحاف داره بهش میشه، میدونی؟ یعنی مخصوصا سیکاریو 2 که به نظرم حق حداقل جایزه ویژه بازیگری رو داشت. حتی تو چگوارا. آره آفرین، چگواراش هم چگوارای درست. اصلا مگه میشه یه آدم انقدر به چگوارا شبیه باشه؟ یه گیریم خیلی معمولی، شاید درست چشاش یه مقدار ریزتر از خود چگوارا، چش درشتره، ولی فوق‌العاده بازی همه چیز رو حساب. من یه جوری ریتشو با
خاویر باردم یکم شبیه میبینم، میدونی منظورم چیه؟ یعنی آره، چون میگم دو تاشون که اسپانیش یکی مکزیکیه، میدونی؟ بعد سبکشون این یکم سبک بازیگریشون واقع‌گرایانه تره، باحال‌تره و من کسایی که خیلی هالیوودی نیستن، اینا واقعا هالیوودی نیستن، میدونی؟ وجه انسانیشون آره خیلی به چشم میاد، احساساتشون بیشتره. اصلا اینجا تو یه قلقلکی میری که از این تو جوششه. الان تو همین فیلم داداش 21 گرم اسپویل نمی‌کنیم، ولی یک فضای درام غمگینی رو بعد از یک اتفاقی که دلتورو توی ماشین نشسته و اون ریاکتی رو که ازش می‌بینی که اون اتفاق تلخه رو میخواد به تو نشون بده که آقا من برام این اتفاق افتاده. ببین من واقعا میخکوبش شده بودم، گفتم بابا چقدر داره واقع گرایانه این اتفاق رو داره به من نشون میده، چقدر رئال این بشر. چون ببین اون تیکه که اون غم رو میخواد و اون اتفاق رو به تو نشون بده. ببین من به نظرم هر بازیگر دیگه ای بود جای این نمیتونست این حس رو به من منتقل کنه، این میمی که عذاب وجدانش رو اصلا به من انتقال بده. ببین واقعا معرکه است. ببین کلا این فیلم از اون دسته فیلماییه که من خودم بعد دیدنش واقعا به قضیه این فکر کردم که مرگ چجوری اتفاق میفته، چقدر زندگی کوتاهه. واقعا این 21 گرمی که از بدن ما جدا میشه روح ما چیه؟ میدونی این فیلم واقعا تو رو به اعماق وجود انسانیت میبره و درگیرت میکنه. اینجوری نیست که توی با یه بار دیدن این فیلم فراموشش کنی. یعنی اگه بخوای تو لیست فیلم‌های خوبت بذاری، مطمئنم که بعد از دیدن این فیلم یه جایگاه ویژه‌ای به این فیلم میدی، بهش میگی آقا مثلا اگه 10 تا فیلم برترام میخوام بگم یکیش 21 گرمه. خیلی فیلم عجیبیه، حتما بهتون پیشنهاد میکنم برید ببینید. امیدوارم که شما هم مثلا من تحت تاثیر این فیلم قرار گرفتید و یه جمله‌ای میخوام بگم شاید خیلی کلیشه‌ای و شعاری باشه، واقعا بعد از دیدن این فیلم به این نکته پی میبریم که زندگی خیلی کوتاهه، بهتره که بیشتر قدر همدیگه رو بدونیم، کمتر همدیگه رو قضاوت کنیم، اون کینه و قضاوت و دشمنی رو بذاریم کنار، بیشتر کنار همدیگه به صمیمیت برسیم. چون واقعا کی میدونه تا کی زنده است. داستان مرگ واقعا داستان عجیبیه. مرگ به طور کلی توی این فیلم خیلی به نظر من بهش پرداخته. کلا این سگانه ایناریتویی که الان داره بهش ما در موردش صحبت کردیم، این سگانه مبحث مرگ رو یه جور دیگه‌ای به تو نشون میده و اون تو رو به فکر فرو میبره. کات‌هایی که بین زمانبندی‌های مختلفی که ایناریتو توی این فیلم آورده به نظرم کاتبندی درست، زمان بندی درست که موازی تو داری با قصه و اتفاق و گره باز کردنش هم حتی پیش میری، اینو به تو نشون میده. ولی خب واقعا درام غمگینیه. They say everyone loses 21 grams. Who will be next? هدف من و پوریا توی سینماتیک اینه که فیلمایی که خودمون تجربه دیدنشون رو داریم و فیلمای به روز جهان رو به شما معرفی کنیم. شما میتونید برید تو کانال یوتیوب ما و سابسکرایبش کنید و زنگوله رو فعال کنید که فیلم‌ها به طور کامل برای شما به نمایش در بیاد. دمتون گرم که با ما اید. و یادتون نره حتما پیج اینستاگرام ما رو فالو داشته باشید، چون اونجا کلی پست و استوری و پشت صحنه‌های باحال داریم. 2 تا فیلم معرفی می‌کنیم که میتونید کاملش رو داخل یوتیوب ببینید. نظرات خودتون رو حتما برای ما کامنت کنید. تا بعد.